بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا میگن حاج آقا مگه همین حرفای شما رو ما گوش نکردیم از اول انقلاب؟ شما گفتید تعهد، شما گفتید تخصص، شما گفتید دیانت، شما گفتید ارزش مداری، شما گفتید ولایت مداری، ما هم قبول کردیم. به همینای رأی دادیم که تا الان وضعیتمون اینه. میگم بارکالله، بارکالله. ازدواج کردی یا نه؟ بهت میگن برو سکه بخر. میری تو بازار هر کسی سکه دستش بود میخری؟ سکه تقلبی زیاده ها. میری از صرافی، میری از طلافروشی، عرضم به خدمتتون مطمئن، سکه که میخوای بخری میگه اون سنگ محک تو بیار من بزنم ببینم این سکه درسته یا غلطه. تراول چک که میگیرن الان تو مغازه دیدی در مقابل یک نور قرارش میدن ببینن این تراول چک درسته یا غلطه. خب فدات بشم، ما گفتیم متعهد ولی متعهد قلابی هم داریم ها. ما گفتیم متخصص ولی متخصص قلابی هم داریم ها. ما گفتیم مدیر ولی مدیر قلابی هم داریم ها. ما گفتیم ارزش مدار ولی ارزش مدار قلابی هم داریم ها. ما گفتیم ولایت مدار ولی ولایت مدار قلابی هم داریم ها. ما گفتیم مردم دار ولی مردم دار قلابی هم داریم ها. پس اینجا همون چیزی میشه که حتما باید تشخیصامون رو دقیق کنیم. یا آیه قرآن میگه تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. هر کی نور تقوا تو وجودش باشه خطکش بهش میدن، فرقان بهش میدن، قدرت تشخیص بهش میدن. خب من ندارم، نمیدونم شما دارید یا نه، ولی یه عده‌ای دارن ها. رضا حضرت آقا فرمودن اگه خودت نمیتونی تشخیص بده برو سراغ اونهایی که مطمئنی اونا درست تشخیص دادن. ولی راست میگی، مردمم باور کن اونایی که به بنی سعد رأی دادن فکر نمیکردن بنی سعد منافق باشه. بودن یه آدم باباش آخوند بوده، خودش دکترا اقتصاده، مترجم امامم توی پاریس بوده، محاسن هم داره، حرفای انقلابی هم زده، کتاب انقلابی هم نوشته. اما اگر میرفتیم سراغ کارشناسا، اون موقع کارشناسا کیا بودن؟ شهید بهشتی بود، شهید باهنر بود، شهید دیالمه بود، شهید هاشم نژاد بود، شهید آیت بود، حضرت آقا بود. هر کی میرفت از اینا میپرسید اونا بهش میگفتن بنی سعد قلابیه یا، ولی نمیتونستن علنی بگن. روزا شهید دیالمه برید نواراشو نگاه کنید. تو طول انقلاب اونایی که من و تو قبولم داریم که بهشون رأی دادیم به خاطر ظاهر قشنگشون ولی قلابی از کار در اومدن، اگه میرفتیم از کارشناسا میپرسیدیم بهمون میگفتن. تو طول تاریخ اسلام هم همینجور بوده. چجور بنی امیه و بنی العباس بر مردم حکومت کردن؟ چون ظاهرشون خیلی قشنگ کردن. ولی اونایی که رفتن سراغ اهل بیت و سراغ یاران واقعی اهل بیت پرسیدن، اونا بهشون گفتن کی قلابیه کی اصلیه. ما امام قلابی داریم، امام اصلی داریم، پیغمبر قلابی داریم، پیغمبر اصلی داریم. حواست باشه اینجا هم متعهد و متخصص و مدیر و دلسوز و ارزشمدار اصلی داریم و قلابی داریم. مواظب باشید، قلابیشو انتخاب کنید همین وضعه، اصلیشو انتخاب کنیم انشالله اسلام مسلمین سربلندتر میشه انشالله.